درود بر بینندگان نازنین تلویزیون میهن. پری عسکری هستم و با هشتمین برنامه از سری برنامه‌های حقایقی از ایران به اتفاق میهمانان گرانقدر برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدای برنامه خدمت شما بینندگان نازنین تلویزیون میهن عرض کنم که به خاطر استقبال بینندگان از برنامه حقایقی از ایران، برنامه از 1 ساعت به 1 ساعت و نیم افزایش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل ناچار هستیم برای این افزایش ساعت از هفته دیگر به جای چهارشنبه ها در روزهای دوشنبه ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی برنامه داشته باشیم. امیدوارم به یاد بسپارید و از هفته دیگر روزهای دوشنبه ساعت 17 از تلویزیون میهن برنامه حقایقی از ایران را پیگیری کنید. با ما باشید، زیرا ما نیز با شما نازنینان هستیم. و اما موضوع برنامه این هفته آسیب شناسی اپوزیسیون، پراکندگی و عواقب آن، اولویت‌ها و ساختارها در احزاب و سازمان‌های مختلف، ضروری بودن یا نبودن احزاب، موفقیت احزاب در جلب توجه مردم و بررسی موضوعاتی در این خصوص خواهد بود. همراهان گرانقدر برنامه این هفته حقایقی از ایران، آقایان دکتر مسعود نقره‌کار، نویسنده و پژوهشگر از آمریکا، حسن اعتمادی، تحلیلگر امور سیاسی و دبیر کل کمیته مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان از سوئد، شایان آریا، فعال سیاسی، عضو کمیته مرکزی و مسئول روابط خارجی حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات خواهد بود. ضمن درود خدمت یکایک همراهان این برنامه، اولین پرسشم را از جناب آقای آریا میپرسم. جناب آریا، اولویت‌ها و ساختارهای حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات برای رساندن کشور به آزادی و دموکراسی چیست و شما چه برنامه‌هایی را در این زمینه دارید؟ سپاسگزار می‌شوم. میشنوید. بفرمایید. درود بر شما خانم عسکری، جناب آقای نقره‌کار و جناب آقای اعتمادی. امیدوارم که حال همه خوب باشه، همچنین همه هموطنان عزیز. ایران که 20 سال بیشتر هست که فعالیت میکنه. در تمام طول این 20 سال سر تلاش بر این بوده است که فرهنگ تحزب رو در بین ایرانیان بسط و گسترش بده، در ابتدا خوب در بین طرفداران نظام پادشاهی که خودمون هستیم و بعد همونجور که کسانی که آشنا هستن با زنده یاد دکتر همایون که از بنیانگذاران این حزب بودند و سالهای سال ما افتخار این رو داشتیم که در کنارشون فعالیت بکنیم و ازشون بیاموزیم. واقعا تلاش ایشون واقعا همیشه همین بود است که ایرانیان رو تشویق بکنن که رواج پیدا بکنه و فعالیت سیاسی در چارچوب یک حزب مشخص با یک برنامه مشخص و یک دیدگاه مشخص اینجا بیفته. جالب صدای من هست؟ اصلا صدا ندارم؟ الان درش بله قطع وقت میشد. لطفاً ادامه بدید. میبخشید آقای شایان آریا،
خیلی عذر میخوام خانم عسکری. من لااقل چیز زیادی از صحبت‌های آقای شاهین آریان متوجه نشدم. شما یه سوال بسیار مهمی رو کردید و پاسخ اونم بسیار مهمه. در نتیجه اگر این مشکل رو بقیه دوستان دارن، یعنی اگر مفهوم نبود صحبت‌های آقای آریا، به نظر من شاید بهتر باشه از ابتدایشون صحبت بکنن. معذرت می‌خوام. خواهش میکنم جناب اعتمادی گرامی، تا آقای آریا این مشکل خودش برطرف کنه لطفا شما به این پرسش پاسخ دهید. لازمه یک بار دیگر بگم یا اینکه نه خیر؟ خواهش میکنم. بفرمایید. من ابتدا خدمت شما کار آقای بهبانی نازنین صدا نیست. حالا من صدای شما قطع شده. جالبه. بله. مشکل الان کجاست آقای بهبانی؟ خب من خدمت همگی عزیزان سلام عرض کردم. اگر احیانا مفهومه من صحبت بکنم، اگر نیست بله. ببینید من در قسمت اول پرسش شما، چون پرسش شما چند قسمته، قسمت اول اینه که اولویت حزب شما چیست؟ اولویت حزب سکولار دموکرات ایرانیان سکولاریسم و دموکراسیه. سکولاریسم به معنای این که ما خواهان یک حکومت غیر ایدئولوژیک هستیم و خواهان این هستیم که حکومت آینده در ایران تحت تاثیر هیچ مذهبی و هیچ ایدئولوژی نباشد و دموکراتیک باشه، به خاطر اینکه تمام احزاب سیاسی گوناگون بتونن در شرایطی برابر برای معرفی خودشون، برای تبلیغ نظرات خودشون که عمدتاً برنامه سیاسی اونهاست نه نظرات ایدئولوژیک، بتونن فعالیت بکنن و به اصطلاح اون رو در معرض قضاوت جامعه قرار بدن. بنابراین ما به هیچ حکومت تک حزبی، به یک حکومت فردی و گروه خاص و معینی اعتقاد نداریم و برای این کارم فعالیت میکنیم. دلیل اینکه به این اولویت هم رسیدیم حقیقتش این استش که نتیجه سالیان سال و شاید چند صد سال از تجربیات جوامع بشری که برای اداره جامعه خودشون از ایدئولوژی‌های گوناگون، از ساختارهای سیاسی مختلف استفاده کردن و بهره بردن و امروز به این نتیجه رسیدن که برای اداره یک کشور مشارکت عموم مردم ایران و مشارکت و همکاری تمام جریانات سیاسی ضروری و لازمه. کافی است فقط به این تجربیات نوعی که امروز در اروپا به طور مثال باهاش مواجه هستیم نگاه بکنیم و ببینیم که چه تغییر و تحولاتی در درون احزاب سیاسی چه چپ و چه لیبرال در حال انجامه و مرتب این تحولات داره روز به روز شکل جدیدتری به خودش میگیره، در صورتی که امروز ما دیگه نمیتونیم بگیم که حزب چپی به معنای مطلق کلمه وجود داره یا حزب لیبرال به اصطلاح خاصی وجود داره، بلکه رهبران این احزاب و متفکرین این جریانات سیاسی به این نتیجه رسیدن برای اینکه بشه یک جامعه‌ای رو به طور اصولی و دموکراتیک و منطقی و انسانی به اصطلاح رهبری کرد و هدایت کرد، میبایستی از تمام تجربیات بشری در طول سالهای گذشته بهره برد. بنابراین همونطور که عرض کردم اولویت ما سکولاریسم و دموکراسی است و فقط در یک چارچوب چنین حکومتی است که به نظر من میتونیم ما با در کنار هم دیگه و با مشارکت هم دیگه کشور خودمون رو اداره بکنیم. سپاسگزارم. آقای آریا صدای ما رو دارید؟ بله صدای شما هست. صدای من خوب شد؟ خواهش میکنم. بله صدای شما الان واضح هست. بفرمایید. بسیار. اولویت‌های حزب مشروطه ایران کاملا مشخص هست. ما خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی هستیم چون معتقد هستیم که این نظام به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیست. خواهان برقراری یک نظام دموکراتیک در چارچوب قانون جهانی حقوق بشر هستیم. عرض شود که اون رو به عنوان لیبرال تعبیر می‌کنیم. عرض شود که بهترین ساختار رو برای رسیدن به این اهداف، یعنی برای رسیدن به یک دموکراسی واقعی و نهادینه شده در ایران، نظام پادشاهی میدونیم، بازگشت
به نظام پادشاهی میدونیم که اون رو بهترین چارچوب برای دست یافتن به این اهداف آزادی، دموکراسی، جدایی دین از دولت، همه این چیزهایی که همه واقعا میشه گفت بهش رسیدن که بهترین راه برای نجات کشور هست رو بدون بهترین چارچوب رو براش نظام پادشاهی میدونیم. نظام پادشاهی رو یکی از اصلاح پذیرترین نظام ها میدونیم. نظام جمهوری رو عرض شود که یک مقدار خطرناک میدونیم برای ایران به خاطر ساختارهای درونیش و مکانیزم‌های درونیش. عرض شود که به همین خاطر هم هست که بازگشت نظام پادشاهی رو بهش اعتقاد داریم و تبلیغ میکنیم و به هر حال ولی تعیین نظام آینده به دست مردم خواهد بود. یعنی مردم هستن که باید در یک عرض شود که رفراندوم آزاد و تحت نظارت جوامع بین المللی که تضمین بشود که حق مردم به قول معروف ضایع نمی شود، در اون انتخابات نوع نظام آینده رو تعیین بکنن که میخوان جمهوری باشه یا نظام پادشاهی. به هر حال ما برای نظام بازگشت نظام پادشاهی تشکیل یک نظام دموکرات در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر فعالیت میکنیم و این رو بهترین راه برای آینده کشور میدونیم و به هیچ عنوان اعتقاد نداریم که نظام جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اصلاح پذیر باشه و به همین خاطر هم خواهان براندازی این نظام هستیم. این کلا چارچوب اعتقادات ما هست. در ما برنامه‌های سیاسیمون که خب مشخص است، برنامه‌های اقتصادیمون رو اعلام کردیم. ما خواهان یک اقتصاد آزاد و لیبرال هستیم که در اون افراد جامعه بتونن از استعدادهای خودشون، از تلاش‌های خودشون و از ثمره تلاش‌های خودشون استفاده کنن، تولید ثروت بکنن، تولید کار بکنن، تولید به اصطلاح تکنولوژی های جدید بکنن، هر کاری که به قول معروف آزاد باشن که بتونن از استعدادهای خودشون برای بهبود وضع زندگی خودشون و هموطنانشون استفاده بکنن هستیم. در این حال اعتقاد داریم که دولت وظایفی داره در رابطه با افراد کم بضاعت در کشور که برای اونها یک حداقل‌هایی رو تضمین بکنه، حالا چه از لحاظ مسکن باشه، چه از لحاظ تحصیل باشه، چه از لحاظ فراهم کردن امکانات پیشرفت برای اونها باشه. به هر حال ولی ما در اینکه به یک اقتصاد آزاد اعتقاد داریم، چون اقتصاد آزاد اقتصادی است که به هر حال در طول تاریخ نشون داده است که با تمام کمبودها و کاستی‌هاش تنها نظام اقتصادی است که کم و بیش کار میکنه و مکانیزم اصلاحش هم در درون خودش هست. به همین خاطر ما طرفدار اقتصاد آزاد هستیم. در رابطه با دولت هم که خب همونجور که عرض کردم، جدایی دین از دولت این یکی از اصول اساسی حزب ما هست که به هیچ عنوان ما طرفدار دین رسمی برای کشور نیستیم. اعتقادی به این که دولت بعد از یک دین خاصی، حالا چه مذهب اسلام باشه، چه شیعه باشه، چه چیز دیگری باشه، حمایت بکنه. این مردم باید آزاد باشن که خدای خودشون رو هر گونه که میخواهند بپرستن یا نپرستن، اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن. اینها از حوزه مسئولیت‌های دولت به نظر ما بیرون هست و مردم خودشون باید تصمیم بگیرن که چگونه میخوان عبادت بکنن، چجوری میخوان عبادت نکنن، هر کاری که مایل هستن انجام بدن تا زمانی که آزادی‌های دیگران رو زیر پا نگذارن. به نظر ما باید آزاد باشن که اعتقادات مذهبی خودشون رو هر گونه‌ای که میخوان داشته باشن. به هر حال این چارچوب کلی اعتقادات ما در این رابطه هست. یکی از مسائل دیگری که ما خیلی بهش اهمیت میدیم و نگرانش هستیم مسئله محیط زیست در ایران هست که اعتقاد داریم که واقعا این وضعیت و روندی که در ایران ما شاهدش هستیم باعث ویرانی کامل ایران خواهد شد. منابع آبی ایران داره از بین میره، منابع خاکی ایران داره از بین میره، جنگل‌های ایران داره از بین میره. جناب آریا باز میگردیم به شما. بسیار خوب. به هر حال این مجموعه کلی اعتقادات ماست.
خواهش میکنم. جناب نقره کار، شما بفرمایید که علت پراکندگی اپوزیسیون چیست؟ بله، سلام میکنم به شما دوست عزیزم آقای اعتمادی، آقای آریا و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. ببینید، این ایده و فکر نزدیکی نیروهای سیاسی که وجوه اشتراکی با هم دارن، نه فقط نیروهای سیاسی، حتی تشکل‌های صنفی و دموکراتیک حدوداً، یک ایده و فکر شکست خورده در تاریخ ماست. در واقع یک میشه گفت ایده و فکر تاریخی شکست خورده است. اگر راه دور نریم، این رو از مشروطه تا کنون میتونیم شاهد باشیم. منتها کافی است فقط اشاره‌ای داشته باشیم به همین شهریور 20 به این سمت، به خود دوره رضاشاه و بعد خود دوره محمد رضا شاه که تا حدودی، البته دوره محمد رضا شاه نه، دوره رضا شاه تا حدودی بحث احزاب و سازمان ها و اینا مطرح شد، میتونیم تا حدودی شاهد باشیم که چه وضعیتی داشت. و همینطور دوره محمد رضا شاه، شما اگر در نظر بگیرید یه دوره هایی هر کدوم از این نیروهای سیاسی با توجه به پایگاه اجتماعی طبقاتی خودشون بحث اتحاد، وحدت، جبهه یا اشکال مختلف همگرایی و نزدیکی رو مطرح کرد. از جبهه متحد خلق حزب توده بگیرید تا نمیدونم خود جبهه ملی تا جریان‌های دیگه. و خب هیچ کدوم از اینها تا مقطع خود انقلاب ما شاهد بودیم که برای نتیجه عملی نداد. حتی در دوره محمد رضا شاه پهلوی، جدا از اینکه احزاب دست ساخته‌ای بودن حدوداً توسط حکومت، ولی همونها هم با هم همگرا نبودن تا حدی پیش رفت که در واقع مسئله تک حزبی و تا حدودی فشار برای پذیرش یک حزب مطرح شد. خب این وجود داشت. خب بالطبع وقتی احزابی که میشه گفت تا حدودی حکومتی هستن نمیتوانن در یک سطح همگرایی داشته باشن، اپوزیسیونی که تحت فشار اون استبداد بودش طبیعی است که نمیتوانست به هم نزدیک باشه. بنابراین میخوام بگم که این تجربه، این ایده و فکر یک ایده شکست خورده است. در مقطع انقلاب اون شور انقلاب و اون فضا تا حدودی نیروها رو به هم نزدیک میکرد، ولی واقعیتش این نزدیکی ها بیشتر یک نزدیکی های روانشناسانه و شور بود تا اینکه فی الواقع یک شناخت و شعوری پشتش باشه. بعد از خود انقلاب هم شاهد بودیم چقدر از این نوع شعارا در داخل ایران داده شد. همه جریان ها فی الواقع از جبهه دموکراتیک ملی شکل گرفت تا جریان های دیگه به شکل جبهه‌ای، به شکل امر اتحاد و وحدت که خب شاهد هستیم در چه وضعیتی قرار گرفت. همین وضعیت در مورد اپوزیسیون در خارج کشور رو ما شاهدیم. در واقع دیگه اون استبدادی که یکی از عوامل بروز این پراکندگی بود، خب در خارج کشور وجود نداشت. منتها خب نه حضور فیزیکی بلکه حضور ذهنی و فکریش با ماها بود. بنابراین شاهدیم که در خارج کشور هم آنچه که به عنوان اپوزیسیون خوانده میشد بعد از 38 سال متاسفانه جز پراکندگی و تفرق چیز دیگه توش نیست. تلاش هایی شد همون ابتدا، شورای ملی مقاومت، بسیاری از جریان های جبهه ملی، سلطنت طلب ها، چپ ها، ولی به تدریج دیدیم به هر حال نتیجه نداد. بنابراین خلاصه بکنم، این ایده و فکر یک ایده شکست خورده است. چرا؟ دلایل زیادی براش مطرحه، از دلایل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بگیرید تا دلایل مذهبی. شما از وضعیت حتی تولید فرض کنید آسیایی در جامعه ما از علتاش میشمارند تا بگیرید مثلا مذهب تشیع. بنابراین علتها زیاد هست تا حتی نقش خود کسانی که رهبران سیاسی بودند که اگه بخوایم بپردازیم خب به گمان من بسیار وقت گیره. نکته‌ای رو که من میخوام بگم این هست که مشکل اپوزیسیون مسئله داشتن اساسنامه و برنامه نیست. همه جریان‌های سیاسی، شاید
کاملترین برنامه رو اتفاقا جریان هایی دارن که در امر اتحاد خیلی شکست خوردن یا در امر وحدت و نزدیکی. مشکل داشتن برنامه و اساسنامه نیست، مشکل در واقع درک برخی از مفاهیم کلیدی از سوی رهبران جریان هاست، مثل همین دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و پایبندی و اجرای اون. حالا شما امروز شورای ملی مقاومت که نگاه بکنید، فکر نمی‌کنم پلتفرمش یا خیلی از مسائلش دارای اشکال باشه، ولی در عمل ما با یک جریانی مواجه هستیم که به گمان من بیشتر یک جریان سکتاریستی غیر دموکراتیکه. بنابراین این پراکندگی رو به گمان من جاهای دیگه‌ای باید جستجو کرد که من به نمونه‌هاش اشاره کردم و الا بحث برنامه‌ای اساسنامه‌ای گره نیست. ما این درک مفاهیم کلیدی رو و پایبندی به تحقق اونو از دوره مشروطه به این سمت داشتیم. مسئله التقاط، مسئله تعدیل و بسیاری از مسائل دیگه که در جنبش سیاسی و جنبش روشنفکری ما بود. بنابراین من جدا از اون علتهای متعددی که بهش اشاره کردم، از نهاد پادشاهی که یکی از عوامل بوده، نهاد مذهب، شرایط جغرافی جامعه ما، ایدئولوژی های وارداتی و ویژگی های روانی رفتاری خود کوشندگان سیاسی و روشنفکری، این مجموعه رو بگیرید بیشتر برمیگرده، یعنی اینا رو حتی کنار بگذاریم، برمیگرده به این که گفتار و برنامه ها با کردارها خانایی پیدا نکرد. سپاسگزارم. جناب اعتمادی، چه تفاوتی را با احزاب یا سازمان‌های دیگر برای سازمان یا برای حزب سکولار دموکرات قائل هستید؟ بله، من مختصراً در پاسخ اول شما که مربوط به این بود که اولویت حزب شما چیست، عرض کردم سکولار دموکراسی است و تلاش کردم بگم ویژگی‌های سکولاریسم و دموکراسی در چیست. اینکه چه تفاوتایی داریم نتیجتاً برمیگرده به اون باورهای سیاسی ما. یکم اینکه ما خودمون رو سرنگونی طلب میدونیم و این طبیعتاً با برخی از سازمان‌های سنتی چه چپ و چه جریانات ملی مذهبی که سرنگونی طلب نیستن، میشه گفت این یک تفاوته. خودمون رو غیر ایدئولوژیک میدونیم، یعنی اینی که ایدئولوژی و چارچوب خاصی رو در حزب ما در نظر نگرفتیم در هیچ عرصه‌ای که بخوایم اون رو تحمیل بکنیم به دیگران و اون چی که آقای نقره‌کار هم به درستی بهش اشاره کردن، تعصبات حزبی، به اصطلاح خودخواهی‌های فردی، منافع حزبی، اینا از جمله موانع اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون بوده تا کنون. اون چی که ما در حزب سکولار دموکراسی ایرانیان بهش رسیدیم نتیجه سالیان سال تجربیات شکست خورده بود که جناب دکتر نقره‌کار به درستی بهش اشاره کردن. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ گروه دیگری اتوریته هیچ حزب دیگری رو نمیپذیره و در هیچ کجای دنیای امروز اصلا چنین شرایطی نمیتونه شکل بگیره یا به حساب اعمال بشه و تحمیل بشه به سایر گروه‌های دیگه. بنابراین به خاطر اینکه دچار تشتت بیشتر، دچار پراکندگی بیشتر نشیم، باید همدیگر رو به رسمیت بشناسیم و این هم تنها در قالب یک نظام سکولار و دموکراته که میشه به اصطلاح این چنین عمل کرد. برای انجام رسیدن به اون هدف سرنگونی برنامه داریم، یعنی میگویم که باید نیروی آلترناتیوی تشکیل بشه که این نیروی آلترناتیو بتونه در برابر حکومت اسلامی ایران بیسته و در راه سرنگون کردن این حکومت وارد عمل بشه. این عمل طبیعتاً در هر مرحله شکل و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. بنابراین هر حزب و سازمان دیگری که با هدف سرنگونی رژیم خودش رو تعریف میکنه و معرفی میکنه، بایستی پرسید برای رسیدن به انجام چنین منظوری چه اقداماتی رو میخواید انجام بدید و چگونه میخواید به این نتیجه برسید. و این هم یکی از تفاوت‌هایی است که شاید بشه گفت با سایر جریانات دیگر که
طبیعتا همه ما میگوییم سرنگون طلب هستیم. حالا اگر نگم همه ما، بخشی از نیروهای مخالف و اپوزیسیون میگویند سرنگون طلب هستیم، اما اقدام مؤثری برای انجام این کار در برنامه‌های کاری سازمانی و حزبیشون وجود نداره و اگر داره اون اشکالاتی رو داره که آقای نقره‌کار بهش اشاره کردن. یعنی اینه که من بخواهم خواسته ها و ایدئولوژی خودم رو برای آینده ایران به دیگران تحمیل بکنم. در نتیجه باز برمیگردم به این موضوع که تنها در قالب یک جنبش سکولار دموکراسی، در قالب به اصطلاح یک درک واقعی از شرایط امروز جامعه ایران، ما میتونیم به وحدت برسیم و میتونیم به اتحاد برسیم. اینها از جمله تفاوت‌هایی است که به نظر من میتونم بگم با سایر گروه‌هایی که اتوریته طلب هستند، خودمحورن، تنها خود را شایسته و آلترناتیو حکومت بعدی در ایران میدونن که خود به خود تمام اینها و تمام این ویژگی‌ها مانع اتحاد و همبستگی میشه در بین گروه‌های موجود. همین سوال از جناب آریا میپرسم، حزب مشروطه ایران چه تفاوتی را با احزاب یا سازمان‌های دیگه برای خودش قائل هست؟ بفرمایید. ببینید، من ضمن تایید صحبت‌های آقای نقره‌کار اجازه بدید این رو هم من اضافه بکنم. ببینید، در هیچ کجای دنیا این اتحاد بین احزاب به وجود نمیاد مگر اینکه اولویت‌هاشون با هم یکی باشه، یعنی بر سر اولویت‌ها بخوان با هم توافق بکنن. همونجور که آقای اعتمادی هم فرمودن، بعضی از گروه‌های گوناگون اینها اولویتشون اصلاً براندازه نظام جمهوری اسلامی نیست. به همین خاطر هم نه با کسی اتحاد میکنن و نه اگر هم بکنن جز این که بخوان به قول معروف سنگ اندازی بکنن کار دیگری انجام نمیدن. ببینید، ما اونچه که ما رو متمایز میکنه به نظر من، از دید من، این هست که ما نظامی رو پیشنهاد میکنیم که امتحان خودش رو کم و بیش پس داده، به این معنا که در طول تاریخ یک نظامی بوده است که به هر حال در ایران مردم باش آشنایی دارن، با ساختارهای ایران همخوانی داره، یک چیز وارداتی نیست مثل جمهوری عرض شود که و زمین ساز به اصطلاح نهادینه کردن دموکراسی در چارچوب یک نظام پادشاهی بسیار آسان‌تر هست و امکان پذیرتر هست. تمام کشورهایی رو که شما نگاه میکنید الان امروز به یکی از بهترین دموکراسی ها هستند، اگر هر کدومش رو که انگشت بگذارید میبینید بهترین هاش اینها نظام هایی هستند که در چارچوب نظام پادشاهی به این دموکراسی دست یافتند، با پرداختن کمترین بها، با پرداختن کمترین عرض شود که مشکلات. این به نظر من ما رو از دیگران حالا متمایز میکنه. میخواد بگید نمیدونم هر جرد اسمی که میخواین روش بگذارید این هست و ما واقعا اعتقاد داریم، یعنی اعتقاد شخصی من واقعا بر این هست که جمهوری بسیار ریسک بالایی داره و نظامی است که به هیچ عنوان اگر به بیراهه بره به هیچ عنوان قابل اصلاح نیست. شما نگاه بکنید تمام جمهوری هایی که در طول تاریخ اینها به بیراهه رفتن جز با یک انقلاب خونین و جنگ و اینها کنار نرفتن. یک موردش رو شما نمیتونید پیدا بکنید که اینها به بیراهه رفته باشن. به هر حال هر نظامی ممکنه به بیراهه بره، به هر علتی، به علت مسائل اقتصادی، به علت مسائل منطقه‌ای، به علت نمیدونم هزار علل گوناگون ممکنه پیدا بشه که یک نظامی به بیراهه بره و برود به طرف دیکتاتوری به خاطر مسائل مختلف. شما آلمان رو نگاه بکنید، کشورهای دیگر، اسپانیا رو نگاه بکنید، اینها همه در طول تاریخشون به خاطر مسائل گوناگون اینها به بیراهه رفتن در مقطعی از دوران خودشون و اینها همه با جنگ و اینها اصلاح شدن. بدون جنگ و خونریزی و مصیبت واقعا اصلاح پذیر نبودن و نیستن. همین الان در منطقه خودمون در خاورمیانه نگاه بکنید، تمام این جمهوری هایی که در طول این قرن اخیر در منطقه ما به وجود آمدن، یک موردش رو شما پیدا نمی‌کنید که اینها به راه درست رفته باشن و از اون مهمتر وقتی که به بیراه رفتن مردمشون توانسته باشن اینها رو از در چارچوب همین نظام جمهوری اینها رو اصلاح بکنن. شما از عراق بگیرید،
سوریه رو نگاه بکنید، مصر رو نگاه بکنید، لیبی رو نگاه بکنید، کشورهای دیگر رو نگاه بکنید، خود ایران خودمون رو نگاه بکنید. در طول این مدتی که این جمهوری در ایران به اصطلاح سر کار آمده است و به بیراه رفته است، این با تمام تلاش و کوششی که تمام گروه‌های جمهوری‌خواه در ایران کردن، این اصلاح نشده و اصلاح پذیر هم نیست. کما که الان بسیاری از دوستان جمهوری‌خواه به این نتیجه رسیدن که واقعا در چارچوب این نظام جمهوری اسلامی اصلاح امکان پذیر نیست، در نتیجه خواهان انحلالش هستن، انحلال طلب هستن، همونجوری که آقای اعتمادی فرمودن. این هست که اون چیزی که ما رو به نظر من متمایز میکنه این همین نظام به اصطلاح اعتقادمون به نظام پادشاهی است که اصلاح پذیرتر هست. شما تمام حتی در همین منطقه خودمون اگر نگاه بکنید، نظام‌های پادشاهی رو نگاه بکنید، شما می‌بینید که اینها اصلاح پذیرتر هست. شما به اردن نگاه بکنید، به عرض فرض فرمایید به مراکش نگاه بکنید، به حتی کویت و جاهای دیگه نگاه بکنید، اینها بسیار اصلاح پذیرتر هستن. یعنی بدون چیز خیلی راحت تر میتونن اصلاح بکنن، قوانین رو عوض بکنن، مجلس رو فرض فرمایید انتخابات آزاد یا آزادتر از اون چیزی که قبلا بوده انجام بدن، نمایندگان مردم برن. در چارچوب این نظام جمهوری که به بیراهه میره و دیکتاتوری میشه، امکان هیچ کدوم از این کارها واقعا وجود نداره و انتخابات خودش میشود یک وسیله‌ای برای عرض که عمیق‌تر کردن استبداد حاکم، میشود بازیچه دست کسانی که قدرت رو در دست دارن. همونجور که الان شما میبینید در ایران این انتخابات هایی که دائم انجام میشه و انجام میدند و اینها چیزی جز این که پایه های قدرت خودشون رو عمیق‌تر بکنن، محکم‌تر بکنن چیزی نیست. یعنی بازیچه است دست خود حکومت و اصلاح واقعی واقعا در این چارچوب امکان پذیر نیست. به همین خاطر این هست که به نظر من اونچه که ما رو متمایز میکنه این هست، یعنی یک نظامی رو ما پیشنهاد میکنیم که هم در ایران سابقه اجرایی داره، خوبشو داره بدشو داره، ولی به هر حال سابقه اجرایی داره، اثبات کرده است در تمام کشورها که اصلاح پذیر است. در خود کشور خودمون هم اگر شما نگاه کنید، دوران پادشاهی، دوران اعلیحضرت فقید اگر شما نگاه بکنید، باز میبینید که در اونجا هم با 4 تا تظاهرات کم و بیش آرام، به هر حال همه ما، حالا من بچه بودم ولی به کسانی که اون دوران رو دیدن به یاد دارن، من 14-15 سالم بود، به یاد دارم، با 4 تا 5 تا تظاهرات کم و بیش آرام از میدان فوزیه تا شهیاد نخست وزیر مملکت عوض شد و یکی از اپوزیسیون اومد اونجا و عرض شود که سازمان امنیت مملکت رو منحل کرد. شما ببینید در کدام یک از این جمهوری هایی که به بیراه رفتن شما امکان یک همچین چیزی وجود داره که یکی از اپوزیسیون بیاد و سازمان امنیت اون که جمهوری به بیراه رفته استبدادی شده رو بتونه منحل بکنه. خب اینها همه شواهدی است که این نظام اصلاح پذیرتر هست، امکان اصلاح درش بیشتر هست و ما این رو به اصطلاح مفیدتر میدونیم، یعنی خطرش بسیار کمتر هست. سپاس. این به نظر من ما رو متمایز میکنه. سپاس جناب نقره‌کار. خانم عسکری بفرمایید. من خواستم به نحوه اداره این برنامه توسط شما به شما انتقاد کنم. خواهش میکنم. به نظر من شما باید ما رو هدایت بکنید. حیفه که این وقت رو ما داریم استفاده میکنیم و دوستان عزیزی مانند جناب نقره‌کار مثل شاهین آریا در اینجا هستن. شما سوالای معینی رو مطرح میکنید و ما هم باید به پرسش‌های معین جواب بدیم و اگر احیانا شما متوجه میشید که اجازه بدید متوجه میشید که بنده به سوال شما پاسخ نمیدم، حتما باید به من گوشزد بکنید. من ضمن ارادت و علاقه شایانی که به جناب شایان آریا دارم، تمام بحث ایشون در طی این دو باری که صحبت کردن تبلیغ برای نظام پادشاهی بود، در صورتی که بنده جمهوری خواهم، آقای نقره‌کار جمهوری خواه هستند، ولی ما هیچگاه درباره جمهوری خواهی تبلیغی نکردیم، به سوالات شما جواب دادیم. بنابراین شما هم وظیفه دارید، وظیفه دارید که احیانا اگر من به بیراه میرم به من گوشزد بکنید تا از این وقت بتونیم به نحو بهتری استفاده کنیم. ممنونم ازتون. اجازه است شما از من پرسیدید که
چه چیزی به نظر شما ما رو متمایز میکنه؟ خب من گفتم که اعتقادمون به نظام پادشاهی به این علتها ما رو متمایز میکنه. من فکر میکنم به بیراه رفته باشم، حالا اگر اشتباه کردم به هر حال عذر میخوام از بفرمایید آقای. بله ببینید، شما برگردید به ضبط این برنامه گوش کنید. آقای شایان به دفعات، یعنی یک دفعه دو دفعه هم نه، به دفعات مطرح کردن که جمهوری خواهی قابل اصلاح نیست، جمهوری خواهی با خودش فساد همراه میاره، جمهوری خواهی نشان میدهد که به اصطلاح یک جریان به اصطلاح خارجی است، پادشاهی است که میتواند. اینا تعریفه. اجازه بدید خانم عسکری. بله ببینید، نه اجازه بدید. اینه از آقای نقره‌کار بپرسم. نه خیر، اجازه بدید من توضیح مثل آقای شایان تموم بشه. ببینید، من تصورم از این بود شما گفتید که ما میخوایم جلساتی رو بذاریم که نزدیکی و همفکری ایجاد بکنیم بین بقیه. ولی اگر شما اشتباه عمل بکنید، این دوستی و نزدیکی ها و این بحثایی که میتونه منجر به اتحاد و وحدت بشه، میتونه منجر به نفاق بشه. بنده فردا نمیتونم به دوستانم بگم آقا توی جمهوری خواه که از طرف حزب ما رفتی اونجا نشستی، چطوری تحمل کردی که آقای شایان به دفعات بگه جمهوری خواه جریان عقب افتاده است، یک جریان غیر قابل تحمله، یک جریان غیر قابل اطمینانه. اون وقت اگه من وارد این بحث بشم که بگم نظام‌های پادشاهی جز استبداد و فساد با خودشون چیزی به وجود نمیارن، این باعث جدل و بحثی میشه که من نمیخوام اصلا بهش وارد بشم، چون برای من مهم نیست فردا ایران فرمش پادشاهی است جمهوری است. برای من مهمه که فردا من حق دارم به عنوان جمهوری خواه در اون کشور زندگی بکنم یا نه. حق دارم به نام یک کمونیست حزب کمونیست درست بکنم و مردم رو دعوت بکنم که به اون حزب بپیوندن و حکومت رو من در دست بگیرم، اداره و مدیریت کشور رو در دست بگیرم یا نه. اینها مسائل مهم و اساسی است. بنابراین اگر شما قصدتون اینه که زمینه گفتگوی سالم، صمیمانه و دوستانه که منجر به نزدیک شدن همه ما به هم بشه، حتما باید در نحوه اداره جلسه دقت لازم رو به کار ببرید. معذرت میخوام از جناب آقای نقره‌کار. خواهش میکنم جناب اعتمادی. به هر حال من زمان دادم که هر دوی شما صحبتاتون رو بکنید، با توجه به اینکه ما در واقع ممکنه که مجادله هم در این برنامه پیش بیاد. البته تا جایی که کسی به کسی توهین نکنه مسئله نداره، ولی قصد اینه که ما بررسی کنیم نه تنها این دو حزب، قراره که سازمان‌ها و احزاب دیگری هم دعوت بشن و بیان و صحبتاشون رو بکنن و ببینیم که سر چه موضوعی میشه که از این پراکندگی در واقع فاصله گرفت و سر چه موضوعی میشه توافق کرد که احزاب و گروه ها بیان و سر یک موضوع توافق کنن و از این پراکندگی در بیان، زمان از دست ندن و برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هم قدم بشن. منتها آقای اعتمادی، من حرفای آقای آریا مثل شما گوش کردم، منتظر بودم که برم سراغ آقای نقره‌کار و از آقای نقره‌کار میپرسم آقای نقره‌کار، بحث این که ما چه نوع حکومت در آینده میخوایم، بحث امروز اپوزیسیون ما هست یا نه و این باعث دور شدن اپوزیسیون از هم میشود یا اینکه نه، به هر حال باید این مجادله ها بشه تا راه پیدا بشه. بفرمایید. ببینید، این بحث دوست عزیز ما آقای آریا، ضمن احترامی که من برایشون قائل هستم، برمیگردونه منو به همون بحث که بار اول کردم. یکی از مشکلات پراکندگی، میدونید، در واقع مصادره به مطلوب کردن از مفاهیمه. یعنی شما این مشکل رو ما از مشروطه به این ور داشتیم در میان روشنفکریمون، کوشندگان سیاسیمون، که مفاهیم رو آنطور که خودشون میخواستن، نه آنطور که باید بوده باشد و عمل بشه، مصادره به مطلوب میکنن. در واقع وقتی از دموکراسی میخوان تعریف بدهند، تعریف دموکراسی رو نمیکنن و اینکه دموکراسی چگونه باید متحقق بشه یا اون تعریف چگونه مابعضای اجتماعی پیدا بکنه. اون چه که فکر میکنن در واقع به نفع خودشون یا جریانشونه تعریف میدن. خب این
مشکل ایجاد میکنه. من منظورم فقط آقای آریا نیست، اشاره کردم ما از مشروطه به این سمت این مشکل رو داشتیم. شما ببینید که جمهوری رو در واقع تعریف داره، یه به مابعضای اجتماعی داشته و یه تاریخی داره، پادشاهی هم داره. خب ممکنه در هر دو شما جنبه‌های مثبت و منفی ببینید، منتها وقتی جمهوری تعریف میشه و جمهوری که صحبت میشه چی هست و ما چی میخوایم، خب میبینیم که به هر حال خیلی متفاوت میشه برداشت‌ها و تعاریف. و یک جایی ببخشید آقای آریا گفتن که جمهوری به هر حال ممکنه که استبداد بیاره یا گزینه خوبی نباشه، در جایی که میشه که بعد از 4 سال اگر این به هر حال استبداد باشه تغییر پیدا کنه. لطفاً بفرمایید. ببینید من دوباره اشاره بکنم، نمیخوام بحث شخصی بشه اصلا. مشکل کلیدی به گمان من در یکی از، حالا کلیدی شاید یه مقداری اغراق باشه، در رابطه با عدم نزدیکی و همگرایی بین نیروها، یکیش همینه، یعنی اینکه شما به طور واقعی این مفاهیم و مقولات رو باهاش برخورد نمی کنید، همونطور که گفتم مصادره به مطلوب میکنید. بنابراین این زیان آوره، یعنی نزدیک نمیکنه ما رو به هم. وقتی جمهوری تعریف معینی داره، یه تاریخی داره و یه تجاربی هست پشتش، پادشاهی هم همینطور. اینها هست، من بیام در واقع یک چیز دیگری ورای اینها بخوام بگم، این خب نزدیک نمیکنه آدم. میگه خیلی خب تو برداشت یا نسبت به پادشاهی یا نسبت به جمهوری اصلا یه برداشت به گمان من واقعی و علمی و در واقع تجربی تاریخی نیست یا تاریخی منطقی نیست. اینه که یکی از عوامل در واقع این هست. من در صحبت‌های دوست عزیزمون آقای آریا متوجه این نکته شدم که من مشکلی ندارم با نظام پادشاهی، در واقع با اون نظام پادشاهی که بگویید در سوئد هست، ولی نظام پادشاهی که ما تجربه کردیم نظام پادشاهی نیست و نبوده که در سوئد هست. نظامی بوده که من اشاره کردم، پادشاهش میاد میگه فقط یک حزب، اگر این رو هم هر کی نمیخواد بیاد پاسپورتشو بگیره بره. خب این نظام در واقع نمیشه مقایسش کرد با نظام‌های پادشاهی که هست. به هر حال نمیخوام بحثو من به اونجا بکشونم چون مورد سوال از من متفاوت بوده. علت پراکندگی اتفاقا یه بحثی است که الان شاهدش بودیم و من فکر میکنم که خوبه بشه و روی این نکات انگشت گذاشته بشه، برای اینکه این وجود داره، واقعی زیر پوست ماست، باید بیاد مطرح بشه و به گمان من سازنده است. ولی باید توجه بکنیم، من سعی میکنم اون مفاهیمی رو که میام راجبش صحبت میکنم سعی بکنم مفاهیم همونطور که گفتم واقعی، تجربی و منطبق با یه برداشت تاریخی منطقی باشه. از آقای اعتمادی، آیا حزب شما برای عبور از جمهوری اسلامی منتظر حرکت جدی از طرف مردم ایران و در ایران است یا نه؟ نه خیر، به هر حال این حزب بر اساس یک هدف معین تشکیل شده، یا لااقل یکی از هدفهای اصلیش در مرحله کنونی، نه در فردای ایران. بذارید من این نکته رو بگم بعد به سوال شما جواب بدم. ما یک سری بحث‌هایی داریم که مربوط به امروزه. امروز ما باید چه بکنیم؟ من جمهوری خواه، آقای شاهین آریای عزیز طرفدار نظام پادشاهی، آقای نقره‌کار جمهوری خواه، دموکرات، هر چیز دیگر، امروز ما یک سری وظیفه داریم و فردا یک سری مسائل دیگه. مسئله تعیین نوع نظام ایران، فرم نظام سیاسی آینده ایران، اگر پادشاهی باشه جمهوری باشه، امروز مسئله ما نیست. نه من نماینده مردم ایرانم، نه شایان آریان عزیز که بخوایم مثلا با هم دعوا کنیم، بحث کنیم که آقا پادشاهی خوب است یا جمهوری. این پادشاهی جمهوری رو ما در فردای سرنگونی حکومت اسلامی ایران باید به رفراندوم بگذاریم و مردم ایران باید بیایند رأی بدن که آقا پادشاهی باشد یا جمهوری، و بعد اگر جمهوری چه نوع جمهوری
و اگر پادشاهی چه نوع پادشاهی؟ آقای نقره‌کار اشاره کردن. متاسفانه در اشارات آقای شهرام آریان در رابطه با تعریف از نظام پادشاهی است همواره بازگشتشون به نوع نظام پادشاهی است که بارها گفتن که تجربه شده است. هیچ کس در رابطه با خدمات شایسته‌ای که رضا شاه و محمد رضا شاه در کشور ما انجام داده اند حرفی نداره. خدماتی که این دو پادشاه نسبت به کشور ما انجام دادن اونها رو نمیشه نادیده گرفت، اما نوع سیاستی که به کار بردن، نوع تحمیلات سیاسی که به بخش‌های مختلف جامعه، به بخش‌های مختلف جریانات سیاسی ایران شده، اونها رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. آیا بله بفرمایید. اعتمادی، من فکر میکنم که من از شما سوال میکنم که آیا حزب شما مثلا چه استراتژی داره و چه برنامه داره؟ شما همین برنامه آقای آریان برنامه خودش میگه و مردم قضاوت میکنن، اشکالی نداره. شما سعی کنید اجازه بدید من توضیح بدم. بله ببینید، صحبت هایی که آقای شاهین آریان که پاسخ به سوال شما نبود. بنده که به شما گفتم، ایشون گفتن تنها نظام قابل اعتماد و مفید برای آینده ایران نظام پادشاهی است. بنابراین من حق دارم بگم نه اینطور نیست دیگه. اگر نظام پادشاهی باشه باید چه نوع نظام پادشاهی؟ آیا باید پارلمانی اونجا وجود داشته باشه؟ آیا آزادی احزاب باید وجود داشته باشه؟ آیا آزادی مطبوعات باید وجود داشته باشه؟ اگر اینه که منم بهش رأی میدم. ما تو بنیادنامه خودمون داریم، ما جمهوری خواهیم. ولی اگر ساختار سیاسی آینده ایران بر اساس یک پارلمان دموکراتیک، بر اساس یک قانون اساسی به اصطلاح جدید و نوین و تازه که به دموکراسی، به سکولاریسم، به اعلامیه منشور حقوق بشر اعتقاد داشته باشه و مردم ایران به فرم نظام پادشاهی رای بدن، ما اون رو قبول میکنیم. اما این ربطی به امروز نداره. من باید امروز درکم از دموکراسی بگم چیه، درکم از این بگم. به شما باید بگم امروز عاجل ترین مسئله‌ای که باید تو دستور کار نیروی اپوزیسیون باشه، شما باید این از ما بپرسید. اجازه بدید، شما باید این از ما بپرسید. مملکت ما در آستانه یک جنگ ویرانگره. مردم ایران در فقر و فلاکت به سر میبرن. خود اینا میگن 25 میلیون ما حاشیه نشین داریم، یعنی مسکن مناسب ندارن، برق ندارن، آب ندارن، دارو ندارن، غذا ندارن، کار ندارن، بهداشت ندارن. اگر این حکومت اصلاح پذیر نیست، اگر این حکومت داره نابود میکنه مملکت ما رو، سوال اینه آقای نقره‌کار، آقای شایان آریا، آقای اعتمادی، آقای بهبانی، خانم عسگری، چیکار میخواید بکنید؟ بنده به شما میگم آقا اول باید متحد بشیم. از پادشاهی خواهی و جمهوری خواهیمون فعلا باید دست برداریم. ما باید متحد بشیم، بگیم این رژیم رو برداریم. چه جوری برداریم؟ باید نیروی آلترناتیو درست کنیم، تشکیلات بزرگ و وسیع درست بکنیم، اعتماد مردم رو جلب بکنیم، حمایت‌های بین‌المللی رو جلب بکنیم. برای چی؟ برای سرنگونی رژیم. همینو بس. نه برای انتخابات آزاد، نه برای نمیدونم اهداف غیر فرعی عجیب و غریبی که امروز اصلا مطرح نیست. روشن بگیم سرنگونی میخوایم، باید متحد بشیم، دست هم بگذاریم و این رژیم رو سرنگون بکنیم. و به چند اصول اساسی. مسئله اینه که آقا ما فردای این رژیم خودمون رو به هم دیگه تحمیل نمی‌کنیم، احزاب سیاسی مدرن درست می‌کنیم، برنامه سیاسی خودمون رو ارائه میدیم. نه اینکه من بیام بگم آقا جمهوری خوبه یا پادشاهی خوبه. اینا مال گذشته است. مسئله تعریف و به اصطلاح پناه بردن به مسائل گذشته تاریخی ما درد امروز ما. نظرتون چیه؟ آیا ما الان بحثمون بحث جمهوری یا نوع حکومت در فرهنگ ایرانه، که قبل از مبحث، قبل از این به اصطلاح چیز، ما در واقع باید به فکر اتحاد برای سرنگونی باشیم. لطفاً دوستان تحقیق میکروفون آقای بفرمایید. قطع شده. بفرمایید. صدای آریا نداریم. آقای آریا فکر کنم که از طرف بله بفرمایید. بله ببینید، من
نمیدونم واقعا چی گفتم که این سوء تفاهم شد. ببینید من نمیدونم چی گفتم که جناب آقای اعتماد این گونه برآشفتن. شما از من پرسیدید که اون چی که شما رو متمایز میکنه چیست. خب من گفتم به خاطر اینکه نظامی که ما پیشنهاد میکنیم مشخص هست، چارچوبش مشخص هست، در دنیا نمونه‌هاش هست، اصلاح پذیریش مشخص هست، این ما رو به نظر من متمایز میکنه. ما هیچ مشکلی با جمهوری خواهان نداریم، کما اینکه به تاریخچه حزب مشروطه ایران هم نگاه بکنید، چه زمانی که زنده یاد دکتر همایون در بین ما بودند، ایشون با تمام گروه ها سعی میکردند تماس بگیرند، روابط خوب داشته باشند، تشویق بکنن اونها رو، حتی برای گروه های به اصطلاح تندروی چپگرایی فرض فرمایید مثل عرض که اکثریتی ها هم نام نوشتن که شما گذشته تلخ خودتون رو کنار بگذارید و برید به سوی یک حزب سوشال دموکراتی که به نفع ایران باشه. ما تجربه تاریخیمون این رو نشون میده، یعنی ما هیچ مشکلی با احزاب دیگر نداریم، نظام آینده رو هم انتخابش به دست مردم ایران هست. ولی اون چه که واقعا به نظر من اینجا ما همونطور که قبلا هم یک بار خدمت شما عرض کردم به قول معروف ما میس میکنیم این نکته مهم رو، این هست که براندازی بدون اینکه مردم بدونن که چه چیزی رو میخوان جایگزینش بکنن امکان پذیر نیست. در هیچ کجای دنیا این اتفاق نیفتاده، در ایران هم نیفتاده و نخواهد افتاد. نمیشود از مردم انتظار داشت که یک نظامی رو که سر جاش هست، اینها به اصطلاح به هر علتی حالا یا باش آشنا هستن یا به هر حال میشناسن یا هر چی که هست، حتی اگر مخالفی باشن این رو سرنگون بکنن بدون اینکه بدونن واقعا چه چیزی قرار است بیاد روی کار. جناب آقای اعتمادی راجع به احزاب صحبت کردن که احزاب باید آزاد بشه. مسلم هست که احزاب باید آزاد بشه. بدون آزادی احزاب دموکراسی معنا و مفهومی نخواهد داشت. ولی سوال اینجاست که در کشوری که احزاب سابقه خوبی ندارن، این رو ما باید قبول بکنیم. احزاب که در ایران بودن یا احزاب دولتی بودند و هستند یا احزابی بودند که توسط خارجی ها به اصطلاح درست شدند و جیره‌خوار خارجی ها بودند و اهداف اونها رو چیز می‌کردند و به هر حال احزاب در ایران در بین مردم عادی، در بین اکثریت جامعه ایران یک تجربه خوب و مطبوعی واقعا نیست و ندارن. در نتیجه راه اصلی رسیدن به دموکراسی این هست که اعتماد سازی بشه بین مردم ایران، یعنی مردم ایران اعتماد بکنن که احزابی رو که میخوان نمایندگان خودشون رو که میخوان انتخاب بکنن از احزاب گوناگون، اینها واقعا پاسخگوی به اصطلاح خواستهای اونها باشن. این رو اگر شما نگاه بکنید، باز من به این برمیگردم که در کشوری که احزاب خودجوش و ملی وجود نداره، واقعا وجود نداره و اون بستگی رو مثل کشورهای دیگه نداره، این رو چطور ما میخوایم یک به اصطلاح در چارچوب یک نظامی که انتخابات سرتاسری قرار است درش اجرا بشه، اینو چطور ما میخوایم به اصطلاح اعتماد مردم رو جلب بکنیم؟ جناب آریا سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. دعوت می‌کنم برای هفته آینده و ادامه بحث تشریف بیارید و جناب اعتمادی و آقای نقره‌کار همچنین. سپاسگزارم از جناب آقای بهبهانی که کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشتن و دوباره دوستان گرامی و بینندگان عزیز، ادامه برنامه در روز دوشنبه ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی خواهد بود. بدرود میگویم با همه دوستانی که دعوت ما رو پذیرفتن. با هفته دیگه و برنامه دیگر بدرود تا درودی دیگر. پاینده ساعت به وقت ساعت 18 دوباره در فیسبوک حتما به اطلاع خواهیم رساند. سپاسگزارم دوستان و ممنون که بودید. ممنون.